به نام خدا سلام. اینجا برج میلاد، آیین امضای توافقنامه همکاری تهران و وین در این مکان برگزار میشه. در این مراسم شهردار محترم تهران و همچنین شهردار محترم وین با هیئت همراهشون شرکت دارن. با ما در شهر همراه باشید. تبادلات بین المللی به ما کمک میکنه از دانش، اطلاعات و تجارب شهرهای بزرگ و پیشرفته دنیا بهره برداری بکنیم. شهردار وین یه شهردار کاملا با تجربه و شناخته شده هست در حوزه جهانی و مدیریت شهری و همینطور شهر وین الان چندین ساله که به عنوان یکی از شهرهای برتر دنیا انتخاب میشه به لحاظ کیفیت زندگی. ما فکر میکنیم که ما هم تجارب خوبی داریم در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، هم ما میتونیم از دانش و تجارب اونها استفاده کنیم و هم دوستان ما در شهرداری وین در واقع تجارب، دانش و اطلاعات خودشون رو در اختیار مدیریت شهری تهران قرار بدن که انشالله آثار و ثمراتش در واقع متوجه ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران باشه. کشور شما و شهر شما از زمانی که بنده یادم بیاد تا به امروز، مخصوصا از بعد از انقلاب و دوران جنگ، جزء کشورها و شهرهایی بوده که همراه مردم ما بوده. امیدوارم که انشالله این همکاری‌ها امروز خیلی وسیع‌تر در حوزه‌های اقتصادی، بانکی، حمل و نقل، توریسم و در حوزه بازیافت زباله انشالله بتونه به اوج خودش برسه. Wir haben in den verschiedenen Politikbereichen der Stadt در حوزه‌های مختلف شهری ما چالش‌های مشابه، مشکلات مشابه و بعضاً راه حل‌های مشابهی رو میتونیم بیابیم و فکر می‌کنم این گامی که برمی‌داریم و بتونیم درش موفق باشیم در راستای منافع شهروندان هر دو شهر باشه. در این تفاهمنامه ما ابعاد مختلف همکاری رو در نظر گرفتیم. به لحاظ فرهنگی در واقع بخش مربوط به تبادل گردشگران و گروه‌های گردشگری، سرمایه گذاری و در واقع تأمین منابع مالی برخی از پروژه‌های شهری تهران توسط دوستان ما در شهر وین در واقع از زمینه برای همکاری مؤسسات مالی و بانک‌های دو کشور فراهم هست و همینطور در توسعه زیرساخت‌های شهر تهران در حوزه حمل و نقل عمومی و توسعه محیط زیست و تسهیلات در واقع زیرساختی شهر تهران. میگن که برای من اولین باره که در تهران اومدم و تهران بسیار برای من زیبا و تاثیر برانگیز بود و امیدوارم این در واقع تفاهمنامه‌ای که بین دو تا شهر صورت گرفت در آینده بتونه به توسعه روابط منجر بشه. این توافقنامه چقدر کمک میکنه که شهروندای تهرانیمون با شهروندای وین، مردم شهر وین نزدیک‌تر شن؟ I think it could be the first step. در واقع میگن این گام اول هستش که ما این تفاهمنامه رو داشتیم و این باعث میشه که در واقع مردم تو حوزه گردشگری بیان به وین، بیشتر با مردم وین آشنا بشن و همچنین مردم وین رو ما تشویق بکنیم بیان ایران و از تهران بازدید داشته باشن و بهتر آشنا بشن. شهر تهران رو شهری بسیار سبز، بسیار مرتب و منظم و از نظر مدیریت شهری بسیار قوی دیدم. با توجه به سمت شهرداری که 22 ساله دارم کار رو انجام میدم، فکر میکنم میتونم نظر کارشناسی مناسب رو در این بدم. همه ما میدونیم که وین بر اساس شاخص‌های بین‌المللی امروز جزء شهرهای اولین در دنیا، مخصوصاً در بعد کیفیت زندگی 2-3 سال متوالی است که رتبه اول رو در دنیا میاره در ابعاد مختلف. این همکاری در زمینه‌های اقتصادی، فناوری، آموزشی و در حوزه مسائل سلامت، در بحث مربوط به حوزه آیتی و همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی. تفاهمنامه از تاریخ امضا عملیاتی هست و ما انتظار می‌ریم که به سرعت کمیته کارشناسی و اجرایی تفاهمنامه شکل بگیره با حضور نمایندگان تام الاختیار شهرداران دو شهر. این توافقنامه در مورد اقتصاد بانکی، گردشگری، سلامت و بازیافت بین دو شهر تهران و وین امضا شد. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن و دورنگار.